اینجا رو نگاه کنید. یک فایل حقوق دستمزد آماده با آپدیت 1404 رو براتون آماده کردیم که شما رو در هر شرکت یا مجموعه که هستید از بحث حقوق دستمزد بی‌نیاز میکنه. فقط کافیه 5 ثانیه برای هر پرسنل زمان بگذارید و کارکرد اون رو وارد کنید. به صورت کاملا داینامیک تمام اطلاعات با فرمول نویسی هایی که انجام شده در سر جای خودش میشینه. فقط زمان بگذارید، با من همراه باشید تا امکانات بیشتری نرم افزار رو بهتون معرفی کنم تا ببینید چه ارزشمند این نرم افزار طراحی شده. شما اگر یک نگاه کلی به این نرم افزار داشته باشید، من میگم آقا بهترین دوره یا نرم افزار هست، چون این آموزش هست و همراه فایل اکسل که هر سال آپدیت میشه در اختیارتون قرار میگیره. در ابتدا محاسبه خودکار حقوق دستمزد مطابق با قوانین مالیاتی و بیمه 1404 رو داریم. ورود اطلاعات رو آسان کردیم که شما فقط یک بار هر ماه کارکرد اطلاعات پرسنلتون رو وارد کنید تا به صورت اتوماتیک و داینامیک همونطور که گفتم در سر جای خودش بشینه. تهیه خودکار لیست حقوق، مالیات و بیمه تنها با یک کلیک و صدور PDF برای فیش حقوقی برای هر پرسنل در چند ثانیه. فقط یک دکمه رو میزنید برای همه پرسنلتون تمام اطلاعاتش در یک فیش حقوقی کاملا داینامیک براتون پرینت میشه. بعد پشتیبانی از اضافه کاری و حق مأموریت و حق اولاد و سایر مزایا هست که فوق العاده هست در این نرم افزار. بعد قابلیت تنظیم برای انواع شرکت ها و حالا جاهایی که اشخاص کار میکنن بدون نیاز به دانش اکسلی. فقط کافیه شما اون اطلاعاتی که ما بهتون میگیم رو کامل یاد بگیرید. این رو هم بگم بهتون، این آموزش هست که شما رو در کنار این دوره فوق العاده میکنه. ما برای شما این دوره رو در حدود 23 ساعت هم آموزش دادیم و هم هر سال آپدیت کردیم. این آپدیت کردن ها و آموزش هایی که هر سال اضافه شده به این دوره باعث میشه که شما خیلی راحت تر درک کنید موضوعاتی و آپدیت هایی که هر سال انجام شده. با من همراه باشید بریم سراغ این آموزش ببینیم چیا گفتیم. یک فایلی هست که یک صفحه ورودی داره که در این صفحه ورود شما کافیه اطلاعات اولیه شرکتتون رو وارد کنید. تا 200 نفر شما میتونید اطلاعات داشته باشید. شما میبینید که اینجا 7 پرسنل داریم. اگر برم در لیست پرسنل میبینید که برای من 7 نفر رو آورده. اگر در اینجا اطلاعات رو برای 200 نفر بیارم کافیه اینجا کلیک کنم. به صورت کاملا داینامیک در عرض چند ثانیه تمامی اطلاعات برای 200 نفر رو برای من ثبت میکنه. پس تا 200 نفر شما میتونید اطلاعات رو وارد کنید. فقط کافیه که هر صفحه‌ای که میرید یه چند ثانیه صبر کنید. فقط دفعه اول که این اطلاعات رو تغییر میدید تا بعدش دیگه هر بار برید اینجا اطلاعات سریع نمایش داده میشه. بعد میایید اطلاعات وارد شده این قسمت ها رو تنظیم میکنید. اون جاهایی که سفید هست قابل ادیت، اون جاهایی که سفید نیست فرمول نویسی شده است. یعنی این جاهای توصیف فرمول نویسی شده و شما نیاز نیست که بخواید اطلاعات رو تغییر بدید. شما اگر برگردید به صفحه اول بیمه و مالیات رو ببینید، اینها رو ما در ابتدا یعنی 2-3 سال پیش می اومدیم در هر یک از فرمول هامون اضافه می کردیم و این باعث می شد بعضی از کاربران هستن که میگن آقا شرکت ما مثلا بن کاربر رو یه جوری دیگه این محاسبه میکنه. ما اومدیم 4 تا حالت گذاشتیم که معاف از بیمه و مالیات و یکی یکی اضافه کردیم که هر شرکت هر جوری که این استانداردی هست که از روی قوانین اون رو اضافه کردیم، ولی هر نفر در هر شرکت هر جوری که دلش خواست فقط کافیه که هر یک از این لیست ها رو تغییر کنه. دوستان تمامی اطلاعات به صورت داینامیک تغییر میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه تمامی این فرمول ها همه به همدیگه وصل هستن. بذارید این 200 بشه، این رو تغییر دادم. اگر شما نگاه کنید تمامی این اطلاعات به فرمول هایی که در اون صفحه هست وصل شدن و این باعث میشه که این اطلاعات رو بهتر بتونید درک کنید. اگر من برم در اجرای بیمه، شما هر کدوم از اینها رو بخواید تغییر بدید به صورت داینامیک هم در مشمول بیمه و مالیات تغییر خواهد یافت. بعد اگر من برگردم به صفحه اصلی، قوانین پایه رو دارم که هر سال اینها رو آپدیت میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم و این فوق العاده است و تمامی این اطلاعاتی که اینجا هست فقط با تغییر اینها چرا میگم این برنامه یک برنامه آماده هست و نیاز نیست شما دانش اکسلی داشته. درسته من یاد دادم کامل بهتون، ولی نیاز نیست دانش اکسلی داشته باشید. چرا؟ چون که فقط با تغییر این اطلاعات مربوط به لیست پرسنلتون و لیست حقوق دستمزدتون داینامیک تغییر میکنه و این کار رو فوق العاده میکنه. و یه دونه هم جدول معافیت مالیاتی برای خودمون پیدا کردیم که تمامی اطلاعات به صورت داینامیک با تغییرش اونجا هم تغییر پیدا میکنه. اگر بریم در لیست پرسنلی به صورت کاملا داینامیک، اگر
بخوام اینها رو آنهاید بکنم به صورت کاملا داینامیک تمام اطلاعات، فقط کافیه یک بار شما اینها رو وارد کنید. اینها رو دیگه یک بار باید وارد کنید دیگه، این یک اصل هست. شما اگر بخواید مثلا مشمول بیمه، مشمول مالیات رو هر کدوم رو اینجا فقط کافیه از این لیست انتخاب کنید، بعد تمامی اینهایی که اینجا اضافه میکنید به فرمول هایی که دارید اضافه خواهد شد. به فرمول هایی که الان اگر من بخوام اینجا اضافه کنم، کل فرمولم بر اساس همین 10% خواهد بود که صبح و عصر رو انتخاب کردم. پس این یک اصل هست. بعد شما اگر بیاید در این یکی آیتم ها، تمامی آیتم ها رو که پای سنوات تجمیع هست، خیلی ها توی این موضوع مشکل دارن توی شرکت های مختلف، فقط کافیه که اینجا اطلاعاتتون رو در این خانه های سفید وارد کنید، تمامی اطلاعات به صورت ببینید کاملا داینامیک فرمول نویسی شده. من حالا بخشی از فرمول ها رو هم براتون نمایش میدم، شما ببینید چقدر روی اینها کار شده، کامل آموزش داده شده. اینها هم آموزش داده شده در سالهای متمادی، همین که نرم افزار آپدیت شده و این فوق العاده میکنه کار رو. بعد میایید اینجا ببینید چقدر کامل هست. فوق العاده نوبتکاری رو دارید، حق اولاد، مسکن، خاربار، ایدی، سنوات رو دارید. ببینید سنوات رو به صورت کاملا داینامیک با فرمولایی که داره تماما از اونجا برداشته و اطلاعاتش رو آورده. اگر به انتها بریم میبینید که کسورات رو در 8 قلم داریم و اگر من بخوام حالا اطلاعات ببینید این 200 تا رو که انتخاب کردم 200 ردیف اضافه شد و شاید چند ثانیه این طول بکشه تموم شد. بعد شما یک فرمول نویسی خیلی فوق العاده دارید. مثلا اینجا 8 روز مرخصی با حقوق دارید، در حالی که این اصلی این قانون نیست. اگر اون رو به 1 روز یا 2 روز تغییر بدید میبینید که این خارج میشه. یعنی تمام اطلاعات به صورت داینامیک تغییر میکنن. ببینید اینجا میگه که آقا این خطا نیست ولی کسری کار داره 29 روز، این باید 31 روز باشه ولی خب مرخصی براش ثبت نشده. اگر من اینجا مثلا این رو 2 بکنم که این 31 بشه، اینم درست میشه اطلاع. و میبینید چقدر داینامیک اطلاعات تغییر پیدا میکنه. تمامی اطلاعات رو اینجا وارد کنید به صورت اتوماتیک در لیست حقوق دستمزد اضافه میشه. اگر من بیام در اینجا مشاهده کنید فقط فرمول رو چقدر زیبا با زبان ساده اینها رو بهتون آموزش میدم و این کار رو فوق العاده میکنه. ساعت کارکرد رو از اونجا اطلاعاتش رو برمیداره و میاد اینجا اطلاعات حقوق ماهانه رو برمیداره، حق اولاد رو، شبکاری رو، حق جذب و حق سرپرستی هم که آپدیت جدید هست بهش اضافه شده، جمعه کاری، ایدی، سنوات پایان سال و تمامی اینها داینامیک از فرمول هایی هست که اطلاعات رو برمیداره و اینها رو اگر شما نگاه کنید میبینید که اطلاعات مربوط به مشمول بیمه هست و مشمول مالیات هست و این کار رو فوق‌العاده میکنه. اگر من به قسمت مالیات هم برم به صورت داینامیک با توجه به اطلاعاتی که داده شده بهش و هر سال آپدیت میشه اطلاعات در اختیارتون قرار میگیره. ولی تمام نشده. شما اگر اینجا خالص پرداختی رو داشته باشید میریم به سراغ فیش حقوقی که یک فیش حقوقی فوق‌العاده است که هر سال هم آپدیت تر میشه و اطلاعات به صورت داینامیک قرار میگیره. شما مشاهده کنید کافی هست که هر کدوم اگر بخواید تکیه هر کدوم از این اطلاعات رو بردارید. دوستان نگاه کنید اینها بر اساس لیست بر اساس 200 نفر هست. اگر من برم در اینجا اطلاعات رو به 7 نفر تغییر بدم، اولا یک زمان کوتاهی طول میکشه ولی خب نگاه کنید اینجا لیست من به 7 نفر تغییر پیدا میکنه. یعنی این هم به صورت داینامیک قابل تغییر هست. حالا هر کدوم از این پرسنل رو اینجا اطلاعاتش رو داشتیم. اولا اینکه کافیه شما کنترل پیو بزنید داینامیک سری پرینت بگید هر کدوم از نفر. ولی خب بعضی جاها هست که ما میخوایم به صورت داینامیک از همه پرسنل بیایم در یک جا پرینت. کافیه روی این کلیک کنید چاپ یک جای فیش. اگر اینجا کلیک کنید میبینید که میگه یک نیو فولدر ایجاد شد در دسکتاپتون با اسم جزیری آفیس. کافیه وارد اون بشید. نگاه کنید در کسری از ثانیه از اونها یک فایل ساخت که میتونید پرینت هم بگیرید. اگر من اینجا رو باز کنم نگاه میکنید که یک پوشه ایجاد شد با عنوان جزیره آفیس و هر کدوم از فیش هایی که میبینید و این فوق العاده است و این کار رو فوق العاده میکنه. کافیه حالا یک جا پرینت بگیرید یا اینکه تک تک پرینت بگیرید یا از چند تا پرینت بگیرید و این کار رو فوق العاده میکنه. بعد حالا اگر من بیام در اینجا این کاربر 7 هست که اطلاعاتی نداره ولی این یکی ها اطلاعات براشون ثبت شده. پرداختی های بانکی هم که به صورت داینامیک انجام میشه. حالا شما میتونید این رو بکشید اینجا کنترل پیو بزنید و به این زیبایی اطلاعات قابل
استناد به بانک هست که شما از اونها پرینت بگیری و این کار رو فوق العاده میکنه. و بخش اعظم اطلاعات از داشبورد حقوق دستمزد هست که با توجه به پیوت هایی که از اونها ساختیم و داشبورد زیبایی که کار رو زیباتر میکنه، کار رو بهتر نمایش میده، از اینجا میتونید تغییرات رو اعمال کنید بر اساس ماه‌های مختلف، پرسنل مختلف و هر یک از سالها 3 تا آیتم پربازدید مدیران شرکت ها که کار رو زیباتر نمایش میده که بتونیم نتیجه فوق العاده. یک داشبوردی که هم 0 تا 100 این آموزش داده شده. ببینید دوستان، تماما آموزش داده شده. 0 تا 100 این نرم افزار، 0 تا 100 این فایل و داشبورد مدیریتی که ازتون یک گول حسابداری در بخش حقوق دستمزد میسازه که بتونید کارهای روزمره‌تون رو بهتر و زیباتر انجام بدید. ازتون خواهش میکنم این دوره رو به جد تهیه کنید. 0 تا 100 رو آموزش ببینید، حقوق دستمزد رو حرفه‌ای یاد بگیرید. هر سال هم که آپدیت میشه این کار رو فوق العاده میکنه براتون و ما در اختیارتون قرار میدیم. شما هم آموزش میبینید هم فایلش رو نگاه میکنید. حتما ازش استفاده کنید تا نتایج عالی بگیرید. از شانستون تخفیف ویژه‌ای هم خورده این آموزش و این فایل. اگر به شماری که این زیر ثبت شده پیام بدید با تخفیف ویژه‌ای در اختیارتون قرار خواهد گرفت، چون این ویدیو رو میبینید تا بتونید نتایج عالی بگیرید. در خدمتتون هستم.